بالفرین شر یین رژیم اسد و روسیا باجار ادلب و گندوارن ادلب بمباران کرن و ده انجام دا هجمار کس بونا قربانی وان ایرشان. چالکوان دنا و حلب دا اشکره کرن که هزین رژیم به هجمارک اپراسیون ازمانی دوار ایکارد و گند شیخ احمد لباشوری گندوار حلب بمباران کرن و ده انجام دا هجمارک بریندار کتن و زیان المادی مزنجی لهمان دواره رودا و سربار کرن که رژیم سوری جگند الواسطه به توپخانه گران هر دو گندن خلطه و سمانیه و در دور باجاروک جزرایه لگندوار چلبیه کرن آرمانچ و ده انجام دا هجمار قربانی دنابر کشتی و بریندار کتن جعالیه خواجی ریوبریه سیویل لحلب راگهاند که رژیم اسد دروبر گند شیخ احمد به توپ و موشکان بمباران کرن و ده انجام و ایرشه دا 4 کس بریندار بون و جبوین خوشخانه هاتن وگوهستن. هر لگوری بروانی سیویل دا خویا کرن که آرمانج کرن باشور گندوار حلب جعالی رژیم اسد و ته پشتی که گروپین چکدار این سر با وساسیون سوری حولک پیشوچونه یا رژیم لسر انیا باجاروک زمار لگندوار حلب تکشکاندن. لباجار ادلبی جی چالکوانان راگهاند که باجاروک تلمنس و باجاروک معارت نعمان راستی ایرشان جعالی بالافرین رژیم روسی و هاتن و ده انجام دا کادرکیج بروانی سیویل جان خواهش دستا.